السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همشیره ها و برادران گرامی، خدا کنه که همیتان جور و سرحال بوده و لباس عافیت به تن داشته باشید. جا دارد که یک سپاسگزاری و همچنان تشکری خاص از شما عزیزان دل بنمایم، طوری که شما در جریان قرار دارید. در هفته گذشته ما خدمت شما به عرض رسانیده بودم که 50 نفر ایتام همراه ما در پندینگ لیست است و الحمدلله از برکت شما عزیزای دل 13 ایتام دیگر را ما در حقیقت برشان انشاءالله پول پرداخت میکنیم و شما عزیزان دل هر کدام اجمل جان، بصیر وفا، حفیظه، محمد حاکم و همچنان همشیره ما لینا جان، محمد قسیم، مسکا فرید، احمد رشاد، ریناتا، حمزه زمانی، ابرار الحق و فرهاد یوسفزی و همچنان حامد قدردان. الله متعال شما را جزای خیر بده. از برکت شما عزیزان دل 13 دانه ایتام دیگر ما هم ان الله سر از ماه سپتامبر برای از اینا ما پولش پرداخت میکنیم. و از شما همشیره ها و برادران گرامی خواهشمند هستم که تا دیگه ایتام دیگر را هم که طوری که شما در این ویدیو هم میبینید که اینجا به قسم نمونه همراه ما 5 نفر وجود داره، 5 نفر تفلکا و همچنان تقریبا در حدود 37 نفر دیگه هم وجود داره فعلا در پندینگ لیست. دیگه از شما عزیزان دل تقاضا می نمایم که شما هم اینا را در حقیقت پول برشان روان بکنید تا اینا به صورت درست بتوانند که درسای مکتب خود را پیش ببرند و همچنان در مدرسه ها هم شامل شوند و همچنان امو سهولت های زندگی را که در حقیقت دیگه افراد و اشخاص جامعه ما که اوضاع اقتصادیش بهتر است اونا در حقیقت دو سهولت ها زندگی میکنه، حداقل ما و شما بتانیم که اینا را در راستای تعلیمشان یک کمک بنماییم تا ایشان در آینده افراد و اشخاص با رسوخ باشند و برای جامعه ما و شما و همچنان برای اسلام عزیز مصدر خدمت شوند. ما میخواهیم که از پیش هر کدام از اینا یک پرسان داشته باشیم که اینا در کدام مکتب هستند و چی میخوانند و در آینده ها میخواهد که چی شوند. خیلی ورور جان استانو ولید جان، تو مکتب و یک مدرسه پکوم مدرسه کی خانقه خیلی ولید جان استاشو ژوند څنګه ده خراب ده. خیلی نو تاسو غواړئ چې دغه ورونه او خویندې تاسو ته څه وکړي، کومک وکړي. و همشیره گرامی اسمتان؟ رونا. و شما مکتب میخوانید یا مدرسه؟ مدرسه. خب بسیار خوب. نام مکتبتان؟ لیسه علی امنی فدوی. درست. و اوضاع اقتصادیتان چه قسم از در خانه؟ در خانه بسیار حالت ما خراب است، زندگی ما خوب پیش نمیره، نان نداریم در خانه، روزگار ما بسیار خراب است، حالت ما بسیار خراب است. خودم مریض هستم، در بلاکا میرم نان خشک نان کاکا جمع میکنم، میکر به خدا نداریم. خودم مریض هستم، بیبیم پدر مادر مرده، قد بیبیم زندگی میکنم، مر بیبیم کلان کده او بیبی که شکر چربی خون داره، امی ممکن است تکلیف حساب داره، خودم چشمم تکلیف داره او پایم هم درد میکنه. میده زندگی استیم او در بلاکا میرم اوضاع بیخی خراب است، کسی نان خشکم نمیده، چای خشک بوره چیزم. خب شما از این همشیره ها و برادرهایی که میخواهند سرپرستی ایتام بگیرند چی خواهش دارید؟ خواهش داریم که به ما یک پول رای کنن یا مواد غذایی چی کنن، کمک کنن، خاطر که حالت ما بسیار خراب است، سرپرست در خانه نداریم، در خانه 4 نفر هستیم، حالت ما بسیار خراب است و ما خواهشمند هستیم خواهرها برادرها که ما کمک کنن یا پول یا مواد غذایی رای کنن. بنان برادران و همشیره های گرامی، شما خودتان از زبان از طفلکای معصوم شنیدید که اینا در چقدر مشکلات اقتصادی و در چقدر فقر اینا در حقیقت زندگی خدا پیش میبرند و با وجود از این مشکلات اینا مدرسه میرن، اینا در حقیقت مکتب میرن. دیگه از شما عزیزان دل ما خواهشمند هستم که حداقل $35 امریکایی برای هر یک از اطفال شما کمک بنمایید تا باشد که همچنان همسایگی رسول الله صلی الله علیه و سلم در جنت الفردوس ان شاء الله
نصیب شما شود و همچنان به قسم یک صدقه جاریه و به قسم یک قهرمان شما انشالله در زندگی از این اطفال می باشید. وقتی که این اطفال کلان شوند و در آینده اشخاص با رسوخ شوند و در جامعه و همچنان به ارتباط اسلام اینا مصدر خدمت شوند، انشالله که امی ثواب هم بر شما هم میرسه. جزاک الله خیرا. السلام علیکم و رحمت الله.